بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمت برادران و خواهران بیننده ویدیوی ما، انشالله که در هر جای دنیا که هستین خوش و خندان و خوشحال باشین. دوستای عزیز، از این که شما بهتر معلومات دارین، هوای کابل روز به روز به طرف سردی روان است. مدرسه دارالفاضل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به کمک‌های شما عزیزان که در قسمت مواد سوختی نیازمند هستیم به خاطر گرمی صنفا و به تعداد 400 تن شاگردای ما طبقه اوناس و ذکور از جاهای دور و نزدیک، اونا به خاطر آموختن قرآن عظیم شان و مسائل دینی اونا با مدرسه امروزه حاضر می شوند و مدرسه صنفاقای یخ است. بنابراین بس شما بیننده های عزیز درخواست کمک داریم که انشالله که اگر در قسمت گرمی از این صنفا مثل سال گذشته با ما کمک و همکاری بکنیم و انشالله خالی از اجر و پاداش نمی باشد و ما با تعداد 9 دانه بخاری که هم از بخاری های سنگ زغالی و 5 دانه از بخاری های گازی که ما امسال نیازمند هستیم و اونها را باید که ما گرم نگه داریم تا اینکه صنفکای شاگردای ما گرم شود، در فضای گرم و بهتره اونا بتانند که قرآن عظیم شان خود را به صورت درستش و به صورت آرامی در فضای گرم بیاموزند. و حدیث مبارک را خدمت شما عزیزان خواندم که پیامبر علیه السلام می‌فرماید که بهترین شما کسی است که قرآن می‌خواند و قرآن را برای دیگران می‌آموزد. و امروز بهترین مخلوق در روی زمین از این قرآن آموزا کرده کسی دیگری را ما پیدا کرده نمی‌تونیم و انشالله که شما این کمک‌هایی را که می‌کنید و این یک صدقه جاریه برای شما عزیزان هست و امید کمک‌های شما. اگر شما خواست کمک را داشته باشین، شماره های تماس ما روی اسکرین تلفن و کامپیوتر شما قرار دارن. اگر توانمندی کمک را ندارین، لطفاً این پیام ما را و این ویدیوهای ما را برای دیگر عزیزان هم به اشتراک بگذارین. خالی از اجر و پاداش نمی باشد. وقت خوش داشته باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.